اگه خانم 30 ساله‌ای هستید که میخواد دهه 40 رو بدون دردسر و قوی شروع کنه، این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون دارم از مهمترین چکاپ هایی میگم که از الان باید انجام بدید. اولیش پنل کامل تیروئید، نه فقط TSH بلکه T3 و T4 آزاد، T3 معکوس، آنتی TPO و آنتی TG. تیروئید پایه متابولیسم بدنه، باید بدونید دقیقاً چطور داره کار میکنه. دوم، ویتامین D و انسولین. این دوتا خیلی بی سر و صدا رو هورمونا، خلق و خو و حتی چربی های شکمی اثر میذارن. بعد از اون اگر دسترسی دارید، یه تست هورمونی دقیق مثل داش تست باید داشته باشید. میفهمید استروژن و پروژسترون چطوری دارن متابولیزم میشن، ملاتونینتون چقدره، کورتیزولتون نوسان داره یا نه و موردهای دیگه. بعدش میریم سراغ تستای التهابی مثل CRP حساس یا همون HSCRP، هوموسیستئین و ESR. خیلی وقتا التهاب مزمن پنهانه ولی آسیبش جدیه. آزمایش متابولیک هم مهمه، یعنی بررسی کبد و کلیهاتون. اینا مسئول سمزدایی بدن هستن، باید ببینید در چه وضعیتی قرار دارن. و در نهایت CVC با پلاکت و افتراق. با این میفهمیم سیستم ایمنی بدنتون چطوره، کمخونی دارید یا نه، عفونت پنهان دارید یا نه و موارد دیگه. برای خانم‌های دهه 30 اگه تا قبل از 40 سالگی این تستا رو بدن، 40 سالگی سلامتی رو خواهند داشت.